امیدوار هستم در هر کجایی که زندگی میکنین زندگیتان مال از شادی ها و خوشی ها باشه و در هر موقعیت شغلی و کاری که هستین انشالله که موفقیت سر راهتان باشه. خوشحال هستم که یک بار دیگر در برنامه دیگر در حضور شما بیننده های عزیز قرار داریم و میریم به مطالب و داشته های از این برنامه. امروز در برنامه خود یکی از شخصیت های مطرح در اوضاع و احوال و سیاست افغانستان با خود داریم. جنابشان جناب غلام غوث وزیری هستند و برای اوید از هموطنای ما که شناخت کمی از آقای وزیری دارند باید عرض بکنیم که ایشان یعنی جناب غلام غوث وزیری یکی از دیپلمات های بسیار سابقه دار در وزارت خارجه افغانستان هستند که مدت 22 ساله در این وزارت به حساب خدمت کردند و همچنان مدت 10 ساله باعث رئیس دفتر محمد ظاهر شاه پادشاه مرحوم سابق افغانستان در روم تشریف داشتند و هم 11 سال در امور سیاسی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان در پشاور مصروف خدمت جهاد و مردم افغانستان بودند. خوشحال هستم که جناب وزیر صاحب روی خط تلفن داریم. وزیر صاحب سلام ما را قبول بکنین. سلام علیکم. امید صحت شما و همه وطندارای ما خوب باشند. زنده باشین وزیر صاحب. تشکر میکنم از شما که حاضر شدین نسبت به مصروفیت های هم که دارین باز هم امو سوال ما را یا به حساب تقاضای ما را لبیک گفتین و حاضر به مصاحبه شدین با ما. از شما یک جهان ممنون هستم و به نسبت ضیقی وقت میریم راستن روی سوال هایی که ما ترتیب کردیم و شما هم اگر امکان داشته باشه به صورت مختصر جواب بدین تا بتانیم تمام سوال هایی که نزد ما است و اگر از هموطنای ما همین سوال ها را دارن رسیده بتانیم. تشکر از لطف شما. تشکر. برای من جای خوشی و خرسندی که چند دقیقه با شما صحبت میکنم. زنده باشین وزیر صاحب. جناب وزیری صاحب اگر به صورت مختصر نظر شما را درباره اوضاع و اکتشافات بعد از موافقتنامه ها و یا کنفرانس بن که شما هم به نمایندگی از مرحوم محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان در آن شرکت داشتید جویا شویم، شما چی گفتنی دارین؟ خدمت عرض کنم که اوضاع و انکشافات فعلی خود در افغانستان در شرایطی است که یعنی یک بیبود اوضاع به نظر نمی رسد. بله. زیرا مؤسسات و پایه‌های دولت و دولتداری متاسفانه ضرس و فرو ریخته است و اساس آن با اقداماتی که منحرف بود در مجلس بن 9 سال تداوی گذاشته شد. بله. لحاظا در طول این مدت راه و طریقی دیگه پیدا نشد که جلوگیری کنه از این حالات منحرفی که فعلا وجود داره. بله. و تمام فیصله نامه های جرگه هایی که قبل از 1984 این فیصله نامه ها در وقت صورت گرفت کتی های عظیم ایجاد گردید و با وجود آوردن سیاست نادرستی که در اداره بش رو داد عده‌ای از افراد منفعتجوی داخلی ما متاسفانه صفحه سیر تاریخ ورق زده و آنچه که حقایق بود و امیدواری ملت افغانستان بود او را مانع شدند. بله. تو ترتیب گرفته بود متاسفانه تنظیماتی که چندان یعنی رسیدگی به احوال اصلی افغانستان نکردن این ظهور کرده و بعضمی خاطر بود که وقتی که در سال 1984 شروع شد که یک جرگه در پاکستان صورت بگیره آیسای پاکستان به شدت مقابل مخالفت کرد و آرزومندیش همون بود که اراده و حق تعیین سرنوشت افغانستان باید به دست خود از اینا باشه و این کار متاسفانه صورت گرفت. تا به جلسه بن دفعتاً یعنی اطور نشده که در بن یک مجلس یا یک جرگی رونما گرده. این نتیجه جرگه هایی بود که تماما قبل از سال 1982 صورت گرفته بود. بله. و او لوی جرگه ها
مخصوصا که من تذکر یک چیز تاریخی از او را بتم، سال 1993 جرگه در اسلام آباد دایر شد و در او فیصله شد که بعد از این تمام جرگه های مربوط افغانستان خارج از پاکستان صورت بگیره و این کار صورت گرفت و جرگه های بعدی افغانا و افغانستان در ترکیه انعقاد یافت، بعدم در جرمنی آمد، در فرانکفورت، دوباره به استانبول رفت، دوباره به جرمنی آمد و در سال 1988 سال 1998 مجلس بزرگ جرگه در بن دایر گردید که در اون مجلس هموشالودی اساسات آینده مانده شد، مگر متاسفانه که هنگامی که حوادث 11 سپتامبر رو داد تمام حالات دگرگون شد و مجلسی که در بن دایر شد اون نتانست که آرزو و اراده ملت افغانستان پوره کنه. لحاظا با عدم دسترسی به موافقتنامه‌های بن و جرگه بن حالاتی به وجود آمد که بعد از او شما نتیجهش تا این روز آدم میبینه. مامن دسیسه شد و توطئه با کار برده شد. تاسفانه در جرگه در بن پیشنهاد دیگری از جانب درنی اواخر، اگرچه که جرگه قبلی بنا که در 1998 بود آقای دکتر عبدالستار سیرت ریاست میکردن، مگر بعد از او حالاتی آمد که در اونجا انتخابات صورت گرفت و انتخابات دیگر جرگه نبود، یک مجلسی بود بسیار محدود بود و در اون مجلس محدود نتانستن که اینا مرام حقیقی روی جرگه های افغانستان را تحقق ببخشند. در اونجا انتخابات و رایگیری شد که در اون 2 رای آقای کرزی گرفت و 11 رای هم آقای سیرت گرفتند. متاسفانه با زور و قدرت نشان دادن این سیر تغییر دادن و انتخاب آقای کرزی به حیث اداره موقت یا برای 6 ماه او قبول شد. مگر در سال 1993 یک پیشنهاد دیگه از طرف دکتر وحیدالله کارشناس ملل متحد طرح و با مراحل 3 بر اون پیشنهاد کردند. در این طرح مراحل اعمار یک دولت کامل با تحقق اهداف تامین امنیت و امران مجدد متکی به اصل تفاهم و وحدت ملی من حیث یک مهندس شرع گردیده بود که اگر امیال غرض آلود اداره بش با همکاری عناصر داخلی در میان نمی بود، بدون شک امروز افغانستان صاحب دولتی می بود که نزدیک آن در منطقه سراغ نمی گردید. ضمن خاطر نشان می کنم این موضوع را که جرگه که در کابل در اول اکتبر سال گذشته یعنی انعقاد یافت نتیجه همین پیشنهاد 3 فقره‌ای روم بود و خوشبختانه که تا حال فعالیت در این باره وجود داره و سعی میشه تا با دایر شدن لوی جرگه عنعنوی مشکلات امروز افغانستان برای آینده رفع گردد. بله داخلی داره. بله. که عنصر خارجی از اداره بش بود. بله. و آقای خلیلزاد معلومدار به حیث همکار و برای تحقق بخشیدن همین سیاست به افغانستان تعیین گردید و خدمت عرض کنم که دفعتاً در سال 2001 آقای خلیلزاد نامدن. آقای خلیلزاد در سال 1993 که در اونجا جرگه تکنوکراتان دایر گردید و در اونجا قرار می بود که در مجلس آینده باید در جرگه عنعنوی صورت بگیره. آقای خلیلزاد در اون زمان بر اون آمدن و در خفا یک عده سکرتری ها را هم از واشنگتن آورده بودن. تمام فیصله ها در عقب یک اتاق صورت می گرفت و باز فیصله ها در مجلس می آمد. یعنی سابقه مداخلات آقای خلیلزاد از سال 1993 آغاز می آفد و متاسفانه که در سال 2001 زمام کل کار به دست از اینا بود و با فشارهایی که بالای اعلیحضرت محمد ظاهر شاه اینا آوردن امو سیر حقیقی
انتخاب آینده مردم افغانستان برای یک رهبر که او به درد افغانستان بخوره متاسفانه او را از بین برداشت. لذا یک عنصر خارجی ازی آقای خلیلزاد و اینا بودن و این عنصر داخلی ازی بین از اینا و آقای کرزی به یک مرام کار می شد و اینا بعد از سالهای 1998 و 2000 و 2003 که من خدمت عرض کردم حالات به شکلی آمد که اینا سیر مجلس اینا را به ترتیب آوردن که تا حضرت محمد ظاهر شاه نتانه دوباره کدام نقشی در افغانستان ایفا کنه، در حالی که مردم افغانستان بعد از 1984 که من به پشاور بدم داری مطلق خود از دوباره آمدن ظاهر شاه ابراز کردند و اگر این امر صورت میگرفت یک حکومت لایق سزاوار ملت افغانستان تشکیل میشد و این بحران امروز به وجود نمی آمد. لذا آقای خلیلزاد و آقای کرزی هر دو مسئولیت بزرگی در حالات امروزی که در افغانستان به وجود آمده اینا دارند. جناب وزیر صاحب، شما از آقای خلیلزاد صحبت کردین و ای که گفتین که ایشان مانع اساسی با دیگه موانعی که به حساب داخلی و خارجی به حساب در اجازه دخل بود، مانع اساسی در راه موافقتنامه های بن شد و از نقش رهبری کننده اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان جلوگیری کردند. آیا شما به حیث یک شخص بسیار نزدیک و مشاور ارشد و رئیس دفتر پادشاه سابق افغانستان از چگونگی تماس‌ها و روابط آقای خلیلزاد قبل از کنفرانس بن و بعد از موافقات بعد از آن با پادشاه سابق آیا چشمدیدهای دارین، گفتنی‌های دارین و چی گفتنی دارین در این مورد که اگر توضیح بدین؟ من قبلا عرض کردم که در سال 1999 آقای خلیلزاد روم آمدن و تقریبا زمام کار را به دست گرفتند و هر بار در هر باری که ضرورت میشد اینها به نزد اعلیحضرت می آمدن، اما در اتاق علایده با اونا صحبت میکردن که او صحبت ها در نزد ما وجود نداره، ولی از فوائد در گفته میشه که در هر بار اینا باغ سبز و سرخ به زعم خود نشان میدادن، اما لهجه ها همیشه تهدیدآمیز بوده. برای که اعلیحضرت شاه اگر در بیانیه های دیده شود که در طول مثالهایی که بیانیه دادن همیشه یک چیز اصرار میکردن که من به هر امری که مردم افغانستان آرزو داشته باشه ما حاضر هستم خدمت کنم. یعنی هیچ وقت اینا اینطور نگفته که من از خدمت استعفا میتونم و یا کنار میگذارم خدمت درباره افغانستان. اینا تمام گفتارایشان همی بوده. لحاظا اما و فکر میکنم که آقای خلیلزاد و همکارانی از اینا در همون مجلس تکنوکراتان که باز در سال 1999 تشکیل میشه اینا پیریزی پروگرام خود یعنی انجام دادن و اینها تا زمینه را مساعد ساختن که اعلیحضرت از مشاورینش جدا کنن و هدایاتی از کابل میرسید که اعلیحضرت در افغانستان که میاین حق باز کردن دفتر سیاسی یا دفتر ندارند. دیگه اعلیحضرت وقتی که به اونجا میاین امرای مشاورین خود آمدن میتانن. این چیزا قاطعانه از کابل امر میامد که یقین مطلق است امر ازی مربوط به آقای کرزی و خلیلزاد میشه و همون نتیجه از اون بود که اعلیحضرت وقتی که به کابل تشریف میبرن و در اونجا میمانن شکل حبس میگیره، یعنی بیخی اعلیحضرت محبوس میکنن در یک اتاق اویلی بسیار کوچکی در ابتدا که اینا به کابل رسیدن و حتی دید و وادیدا و اینا ایشا توسط یک مردم مانع هم میشدن. حاضا آقای خلیلزاد در این موضوع و موضوعات آینده که من خدمت شما عرض میکنم نقش بسیار مهم داشتند. وقتی که آقای کرزی در کابل آمدن همین 6 ماه که در اداره موقت اینا تعیین شدند. در این 6 ماه هدایات تماما از طرف امریکا بود و آقای خلیلزاد را یعنی تطبیق میکرد. او عبارت از این بود که اول رشوت دادن و پول دادن و کسانی که مورد نظر بود در افغانستان اینا شروع کردن و دوم مقام و کرسی بخشیدن بود. شما میبینید که تمام کرسی ها را به کسانی که یکی از اینا اهل نبودن
تفریق کردند و پول و پیسه به میلیون ها دلار و هر کدام از اینا که من آب نمیگیرم برای اینا دادن پیسه برای ازی که تا علی مرام تطبیق شود و امت و حکومتی به وجود بیاید که کاملا به شکل استعماری باشد. و سیوم اساسی که اینا نقش بازی کردن رشوت دادن بود، مقام کرسی دادن بود، بخشش میکردن تمام کرسی های افغانستان، دولت افغانستان. سیوم نظام تهدید بود، تهدید مقابل کسانی که به ملیتگرایی میپیوستند و اونا آرزو داشتن که یک حکومت مستقل روی کار بیاید و دراز از او ظاهر شاه باشه. البته موقت اینه که ظاهر شاه ادعای سلطنت میکرد، اونا همیشه گفتن بعد سلطنت ادعا خلاص شده، اما میتونستن یک حکومت اهل و لایق اونا با وجود تعیین کنن. لحاظا سیوم تهدید مقابل انی مردمایی بودن که ملیگرایی داشتن و حکومت درست و حکومت لایق و سزاوار ملت افغانستان آرزو میکردن. اینا همگی توسط سیاستی که آقای خلیلزاد بازی کرد موجود آمد، چنانچه بعد از اینکه از افغانستان به عراق میرن، در عراق هم عین حرکت میخواین تطبیق کنن، اما در اونجا این تطبیق نمیشه برای اینکه شرایط اجتماعی از او افغانستان و اشخاص بسیار فرق میکرد. اونجا اینا نتانستن که کار کنن، اما در افغانستان این کار بسیار به صورت عمیق اجرا کردن و تا حال این حالت دوام داره که یک گروه یا یک جامعه را که اونا اصلا برامشان فقط رشوت گرفتن و فساد و بدبختی بود، اینا تشکیل شد در شهر کابل و مقامات ادارات دولتی را اشغال کردن. دیگه در اونجا موضوع از این نبود که افغانستان آینده چطور آباد شود و عمران مجدد چطور صورت بگیره، برای اینکه اصلا اینا از شنیدنی از عناوین چیزا بیخی بیگانه بودن. این کارها را اینا کردن. وقتی که در 9 جون به تاریخ 9 جون 2002 که لوی جرگه آمد که حکومت انتقالی 2 ساله را رئیسش تعیین کنند، در اینجا عین حرکات به ظهور رسید و آلازت قبل از اینکه به 9 جون اینا آلازت یک مصاحبه کرد به تاریخ 9 جون به امرای BBC گفت هر وظیفه را که به من بتن من او را قابل قبول میدانم و هر در اون وقت آواز امتون بود که یا آقای سیرت و یا آقای کرزی یکی از اینا باعث رئیس حکومت تعیین میشن و آلازت تا 9 جون فکر میکرد که این باعث یک جیسفید در راست میمانه، میگفت که ارزوی دی فرزندانی است، هر کدام از اینا که بیان باعث صدازه من قابل قبول است. این به تاریخ 9 به تاریخ 10 جون 24 ساعت بعد آقای خلیلزاد به امرای آقای کرزی نصف شب بینسند و آلازت مجبور میسازند که تا استعفانامه خود نوشته کنند و این کار بالای ازی میکنن و فردای ازی آقای حمید ناصر ضیا اعلامیه را از طرف آلازت قرائت میکنه، استعفای از او را. آلازت به شکل حیران میمانه. ما مولدار شب دیگهش رفتیم و دیدیم، به امرای صحبت کردیم، هیچ با وجودی که گفتم شده بود که خودت با اتاق به یک اولی حبس میکنن، اما چیزی از دست بیرون نمیشد. متاسفانه و با اون چالها و فریبایی که در دست بود کار عملی کردن. من فکر میکنم که 2 سال وقتی که دوره حکومت انتقالی به دست آقای کرزی سپرده شد، بعد از اون لوی جرگه که رسید همگی ساختگی بود و هیچ در لوی جرگه قانون همطور بود که آقای کرزی که برای 2 سال به حیث رئیس حکومت انتقالی تعیین میشن، باید از در آخر هر حکومتی که تعیین میشه رای اعتماد خود از قوای از اولوسی جرگه میگیرن. دو اخوالوز اولوسی جرگه نبود، اما در متن طور آمده بود که اعضای اولوسی جرگه در امی وقت از بین لوی جرگه تعیین میشه و او باید است که به حکومت رای اعتماد بده. وقتی که آقای کرزی بنی انتخاباتی که همیش در 300 ساختگی بود تعیین شد، دیگه منتظر از این نشید که رای اعتماد بگیره تا مبادا کدام عکس العملی در مقابل ظاهر شد. اینا آقای کرزی گفتن حالی من انتخاب شدیم دیگه ضرورت برای اعتماد اینا نداره. حتی لوی جرگه هم یک تهدیدآمیز گپایی زده شد
که دیگه به خیر جای ایلا کنین و برین و جایتان، در غیر از او دیگه ممکن است که مصارفات اینام دیگه در دست نباشه. این در تمام این مراحل آقای خلیلزاد وجود داشت و بین از این یک عده مردم، مخصوصا چند خانمایی که از دور معلوم میشد با صدای بلند جنگ و غوغا بلند بود که میگفتن ما اینا را به رئیس مدیرا انتخاب نمی کنیم، تو رئیس دولت افغانستان اینا را میخواهی بسازی. ما یک چشم دیدی بسیار مختصر خدمت شما عرض کردم. زنده باشن. وزیر صاحب سوال پیدا میشه که چی علتی بود، دلیل چی بود که از نقش رهبری کننده پادشاه سابق افغانستان بعد از فیصله نامه بن جلوگیری شد؟ جلالی صاحب خوب واضح است. حال باید از پروگرام چه قسم تطبیق شود. لارد کرزن میگو وایسرای هند که کشورهای خود بریزد گرد و همجوار ما دانای شطرنج است و ما متاسفانه همه طور حالات است که بالای ازی باید است که بازی میکنیم تا برام ما به دست بیاید. لحاظا این موضوع را هم که من گفتم شکل استعماری حرکت کردن، این باید است که پیش ازی که انتخابات میشد زایشار اینا مجبور به استعفا کنند و زایشار از صحنه دور کنند و آقای خلیلزاد این کار باید است میکرد، برای اینکه یک کسی دیگری را باید در کار می آورد که او از تجارب سیاسی و دولتداری بیگانه باشه قطعا و او یک کسی انتخاب میکرد که تا برای آینده برای خود جای پای در افغانستان این تعیین کنه. چرا پروگرامی که در او از طرف اداره طرح شده بود استراتژی هم بیکمال بود، بسیار وسیع بود. در اونجا در اون پروگرام بسیار مراتب زیادی بود که یکی از همین چیز ایجاب میکرد که در آینده باید به صورت عمیق امریکا در اونجا دست داشته باشه و آقای خلیلزاد برای باز کردن یک رد پای خود باید سمت یک شخصی را می آورد که بیگانه می بود از مسائل دولتداری. بسیار خوب، بسیار خوب. وزیر صاحب، حال که متاسفانه مرحوم محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان در میان ما نیست و از طرف دیگه آقای خلیلزاد هم در اداره جدید رئیس جمهور اوباما کدام نقش کلیدی نداره، راه حل مسائل و نجات افغانستان یک جا با جامعه جهانی از این مشکلات، از این منجلاب کنونی به نظر شما در چی راه جستجو میتونه شود؟ راه حل مشکل ماندار پیچیدگی های زیاد داره، اما من بیشتر از تشکیل لوی جرگه تذکر دادم. بله. شارم از تشکیل جرگه کابل، لوی جرگه کابل کردم که روی پیشنهاد دکتر وحیدالله تنظیم گردیده بود و این چیز بر کابل صورت گرفت به معنی از این که راه بنبست جز دایر شدن یک لوی جرگه عنعنوی و انتقالی دیگر راهی نیست و برای مطلب در خطابی که چند دقیقه بسیار محدود مورد ایراد کرده میتر بود که حالات افغانستان به صورت بسیار وحناک و ترسناک به سوی حتی تجزیه ممکن بره. اینمی چانس آخری چانس ملت افغانستان نیست که امو یک اجتماع عنعنوی خوده که در اونجا حق تعیین سرنوشت به دست میارن و اراده از آزاد از او را کار دولتداری را در میان نگذاره باید صورت بگیره. و فکر میکنم و هر کس که وطن خود دوست داره میتونه پیشنهادات بده، میتونه این راه های حل پیشنهاد کنن، اما به جز همین راه لوی جرگه که در او حق تعیین سرنوشت به دست مردم افغانستان دوباره سپرده میشه، راه دیگری فعلا در نظر نیست. باید مشوره و تفاهم صورت بگیره با مردم افغانستان، بعد از مشوره و تفاهم همکاری ها صورت بگیره که تا جرگه تعیین میشه و لوی جرگه یگانه راهی است که میتونه ما را دوباره از این حالاتی که فعلا در مملکت ما واقع شده نجات بده. درست. جناب وزیر صاحب، راه حل که شما توضیح دادین و او را یگانه راه امی تشکیل لوی جرگه عنعنوی برای تعیین سرنوشت آینده مردم افغانستان گفتین، ولی متاسفانه تو گفته میشه که همیشه هموطنای ما به حساب دمی نکته ماندن که در افغانستان به اصطلاح قطع الرجالی است. شخصیت هایی که میتونن
امی مشوره ها را بتن و امی راه را سهلتر و آسانتر بسازن. به نظر شما ما داریم تو شخصیت ها در افغانستان در خارج که بتانن ایران را کوتاه‌تر بسازن؟ چقدر خدا ناکرده ظلم خواهد بود و خودخواهی به جای خواهد بود که بگوییم نه افغانستان کس نداره، از ده ها داره، صدا داره، هزارها داره، همگی عاجز افتادن، بیچاره شدن و همگی عشق دارن، آرزو دارن که به وطن خود خدمت کنن. اینا دارای صاحب تجربه هستند. علما ما و شما داریم، سیاستمدارها داریم، ادارچی های عالی داریم. این گپ کاملا غلط است. هر چیز بی محتوا گفتارش که افغانستان شخصیت نداره، داره، ولی در چنگال بد افتاده، در چنگال افتاده که عاجز شدن. یک بدیل نیست که ما بگویم خدمتتان که بدیل شنی آوردن لوی جرگه و باز بگیره، یعنی طریق و روش های بسیار معقول مطابق با واقعیت های موجوده داره که در هر شرایط حالات امروز آینده میتونه استحکام یک دولت مشهور ما بتانیم که با وجود بریم توسط یعنی وطندارای فامیلی خود، صاحب تجربه خود. و اینطور نیست که شخصیت وجود نداره. لیست ها اینای بسیارش از طرف حتی دوستانی که بین شماست بین ماست در داخل افغانستان، در اروپا، در استرالیا، در کانادا، در داخل افغانستان، پاکستان و ایران شخصیت های ما شما داریم، اما اونها به زیر فشار قرار گرفتن و از صحنه دور کشیده شدن، مثل که حالات امروز افغانستان شما می‌بینید. بسیار شخصیت ها داریم. من نمیخوایم که 10 و 15 و 20 تا ذکر کنم برای اینکه در حق دیگرها به انصافی نشه و یا وطندارای ما خدا ناکرده متعصب نشن که اسم از اونا در کجاست و اینا. این وظیفه من نیست. اما اگر شما آرزو داشته باشین یک وقتی با شما با همکاری دیگرها امیل اسلام تهیه کرده به خدمت شما میگذاریم. تنها من میخوایم فعلا امیر همینقدر بگویم که در افغانستان به صدها و هزارها مامورین عالی رتبه، مامورین فامیده، مامورین صاحب تجربه و دانشمند داریم. از این را هیچ کدام کمبودی نیست. تنها کمبودی دیست که دست افغانها امروز دور است. دست افغانها در پشتشان بسته شده نسبت همین سیاست هایی که ما پیشتر جزئیات از رو برای شما شرح کردم. جناب وزیر صاحب، شما گفتین دست هموطنای ما یا روشنفکرای ما یا اهل خبره ما و کسایی که میتونن تغییر بیارن در افغانستان بسته است. چی وقت دستا باز میشه؟ چی وقت میتونن که این هموطنای ما که کاری از دستشان میای به دور یک هسته جمع شون و ایره عملا به حساب به نمایش بگذارن این کاره و برای که هر روزی که میگذره حالت وطن و مردم ما زارتر و زارتر میشه؟ عمود با یک جزئیاتی که من بسیار مختصر شرح دادم، همین کلید وابسته به این است که یک تغییر و تحول اول به سیاست امریکا بیاید و اداره اوباما از اداره بوش فرق داره. در اداره بوش من پیشتر بهتان عرض کردم که بسیار نیرنگ های استعماری که البته خود از اونا شوق داشتن که بر روش استعمار قرن 18 و 19 بریتانیا حرکت کنن و این در کتابان نوشتام کردن که مد نظر محافظه کاران نوین همون گروه های افراطی بود که در جمهوری خواه می باشن. اینا همین چیز طالب بودن، اما در این وقت قدر نیست که در این موضوع ما بپیچیم. اما این بحران اقتصادی که در امریکا آمد، اینا از این حکومات امریکا خبر بود، از این خطر ما خبر بودن. از این خاطر سیاست هایی که در شرق میانه و افغانستان و اطرافش آسیای مرکزی میبینید، این سیاست ها هموار شد. دلیل این بود که اینا مطلع بودن و باید یک شکل امپراتوری رو به وجود می آوردن. لحاظا با این سیاست دیدیم که در کشورهای اسلامی عکس العمل‌های شدید مقابل امریکا پیدا شد و امریکا در وقتی که اوباما روی کار میه برای التیام از او مسافرت ها میکنه و تا این روز هم اصرار داره که نباید که این باز کارا انجام میافت و اسلام یک دین مقدس است، دینی است که تمام مراتب آزادی مرد و زن
این است که تمام مزایای زندگی اجتماعی در مابین گنجانده شده. این گپا و سخنها را برای این گپ بالا کردن که تا امو جبران خطاهای گذشته را بکنند. دیگر لحاظا امید است، امیدواری است که این تغییر سیاستی که پیدا شده یک ذره جنجال های هم میبینیم که بین آقای کرزی و امریکا پیدا شده. بله او را هم سوال ما از شما بود که او را میرسیم برش. او ذکر من نمیکنم. یعنی جنجالایی را میبینیم همه در بین حالات موجود آمده. از یک سوی باید امریکا سیاست خود مثل کال شروع کرده این را به صورت مثبت و سالم پیش ببره و افغان ها مانند شما و جوان ها سال خورده های با تجربه با خود آماده کنند برای این گپ و فشار آورده برن که دست این حالات گذشته را از یخن مردم افغانستان دور کنند. بله، قسمی که هموطنای ما هم اطلاع دارند طرحی که در 3 مرحله باید در افغانستان اجرا شود اخیراً توسط دکتر صاحب وحیدالله مطرح شده و شما هم یکی از فعالین از این طرح هستین در تطبیقش و در کارهایش، چون ما شاهد بودیم جلساتی را در کابل شما به حساب دایر کردین که در مردم آمده بودن. آیا سوال ما این است که مشکل اساسی از نگاه منطقوی، بین‌المللی و داخلی به سر از این پلان و یا طرحی که هست چی ها می باشه آقای وزیری؟ پلان لوی جرگه. بله. یعنی مشکلات داره، مشکلاتش شما چگونه ارزیابی میکنید؟ این مشکلات میتونه از نگاه داخلی باشه، از نگاه منطقه باشه و از نگاه بین‌المللی باشه. شما چه مشکل دارین در این تطبیق از این طرح؟ در تطبیق از این مشکل البته مشکلات زیادی هست. با او تغییر یا روشی که حکومت امریکا چگونه در آینده افغانستان میبینه. اگر همین همکاری را برای به وجود آوردن یک حکومت سالم، یک حکومتی که منفعت خود و منفعت امریکا را بفهمه و بدانه که منفعت هر دو مشترک است، اگر به این یک تغییر وارد شود که ما امیدواری امیر داریم که تغییر وارد خواهد شد، در اونجا بس از مشکلات رفع میشه. میمانه در اونجا مشکل دیگه داخلی که آقای کرزی بر انداخته، فکر نمی کنم که او قدر سودمند باشه، برای اینکه مردم افغانستان کاملا ناراض هستند، کاملا حتی از سیاست و دولتداری و اینا بیزار شدند. لذا کرزی کس حمایت نمی کنه در افغانستان و خود از هم در روزی که انتخاب شد بار اول از 8 سال پیش میگفت که من امریکا آورده و هر وقت که بخواه باز پس از بین میبره، یعنی به این قناعت داره. ممکن مشاورینی داشته باشه که مشاورینی ازی نام نمیگیرم، اما مامورین میبینید که متاسفانه در اونجا به حال است که بجز غیر پیسگیری و رشوت دیگه مردم به هیچ فکر نیست. لحاظا مردم از کل از اینا ناراض است. در از اونجا مشکلات و قدر ایجاب نخواهد شد. میمانه مشکل دیگه که از پاکستان است و ایران است. و پاکستان البته آیسای همیشه دیگه پا دخیل بوده و عالم دخیل است و او تا جایی که امکان داره میخواهد که مورای خود ازو در افغانستان باشه و هیچ تغییری نده که شخصیت های ملی دوباره زمام افغانستان به دست بگیرن. البته این موضوع که امریکا باید مطرح شود که افغانای ما که زحمت میکشند در این مهمدار شامل هستند و با مقامات امریکایی داخل تماس هستند و همین چیزها را شرح میکنند که دست پاکستان باید قطع شود. البته ایران تا مانند پاکستان نقشی نداره، اما خب وقتی که پاکستان به یک مرحله برسه که به قناعت کنه که یک حکومت سالم و یک حکومتی که منافع خاک خودم بدانه بیایه، او قدر عقل داره که باز برای پاکستان هم گزاره خواهد کرد. لحاظا مشکلات خارجی زیادتر است نسبت به مشکلات داخلی و ولی حالات افغانا یعنی مجادله دارن، سعی می‌ورزن که تا از این بارته کردن این دو مشکلاتی که از طرف خارج داخل است اینا زمینه تشکیل همون یک حکومت قابل رضایت مردم به وجود بیارن.
وزیر صاحب، آیا در ارتباط به قناعت دادن پاکستان و یا همسایه ها در مجموع و یا ای که به حساب کشورهای بین‌المللی که در رأس از او ایالات متحده امریکا است و امروز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده در سیاست افغانستان داره، آیا فعالیت های هم جریان داره که به حساب پیش برین و ایتر راه خود نزدیکتر بکنه به تطبیق؟ حضر میکنین و در تلویزیون بیدار هستند. افغان ها از گذشته بسیار درس بزرگ گرفتن و ای را آمادگی است، ای را کار میشه. هر کدام البته به نوبه خود حق دارند که نظر و نظریات خود ابراز کنند و باید سینه های فراخ باشه، گذشت باشه و همکاری های دو جانبه باشه. من فکر کنم که ناامیدی وجود نداره. افغانستان دوباره پس خود افغانستان می سازه. مردم ما و شما مردم زحمتکش است، مردم ما و شما آزادی خواست، دوست دارند که زندگی کنند مانند دیگه مردمایی که در دنیا هستند. لحاظ از این خاطر تماس ها و فعالیت ها برای تحقق یعنی مرام وجود داره. بسیار خوب. جناب وزیر صاحب، قبلا شما اشاره مختصر کردن راجع به وخامت اوضاع بین حکومت آقای کرزی و کشورهای به حساب جامعه بین المللی خصوصا امریکا. این مناقشات و این به حساب شکررنجی ها اگر بگوییم میره، شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در رابطه با این موضوع ما که تا میبینم بین اهداف کرزی و جامعه بین المللی بیخی تناقض وجود داره. جامعه بین المللی در حال حاضر با تجربه که چند ساله گرفته قد زحمت میکشن که امنیت اعاده کنن، صلح بیارن، رفاه اقتصادی اجتماعی را زیر غور گرفتن و به این را روان هستند. حالات هم میخواهند که انتخابات هر چیزی که باشه به هر انتخابات به شکل دموکراتیک اجرا شود. اما متاسفانه دستگاه کرزی به سمت مخالف از این جریان حرکت میکنه. او متاسفانه از گذشت زمان من فکر نمی کنم که درسی گرفته باشه. با لجاجت با جامعه بین المللی این در پیکار است و من نمیفهم که سیاستی یا طرقی که یک وقت در پاکستان میشد و آقای کرزی در اونجا بودن میدیدن و فرق داره از تحولات امروز. تحولات امروز دیگه تقاضای دیگه چیز میکنه و او به او حالاتی که در پاکستان ما زندگی کردیم به او گذاره نمیشه. لحاظا حالاتی که در بین کرزی و جامعه بین المللی مخصوصا امریکا حادث شد و شما همه را شنیدین که سخنانی زد که تقریبا از یک یعنی انسانی عادی باید از یک پا بیرون نشه که به شکل نرمال زندگانی میکنه و اخطارهایی که اینا دادن و با سفری که به ایران کردن و باز به پاکستان رفتن و با دوباره اظهارات شدید و لعنتی کردن که به گروه طالبا پیمان میکنن و اینا چیزا نشان دهنده هست که یعنی فکر ما خو نفهمید هر قدر کردیم و اصلاح قد نداد که ما فکر دماغ ما ضعیف شدن نمیفهمیم یا از آقای کرزی دماغ ضعیف شدن همین مراعات یعنی طور چیزها رو نمیکنن. لحاظا یک پیچیدگی نیست بلکه پیچیدگی ها موجود است در بین فعلا در بین کرزی و جامعه بین المللی و امریکا. پیچیدگی های زیاد موجود است و این پیچیدگی ها من فکر میکنم که هر روز بحرانی تر میشه. لحاظا اگر مشاورینی دارن که مشوره اینا را میته و مشاورین برای درست مشوره نمیتن. ما همه قدر از فهوا درک میکنیم آینده بسیار تیره‌تر و خرابتر میشه و راه اصلاح دی باید هر چه زودتر امریکا و جامعه بین‌المللی در راه اصلاح دی باید است که یعنی با دست بسیار قوی اینا بازی کنند. جناب وزیر صاحب، نظر شما را درباره نقش پارلمان افغانستان که عبارت از ولوسی جرگه و مشران جرگه است
در این اواخر میبینیم که مشکلات بین از این ارگان و حکومت افغانستان و یا به حساب جناب کرزی به خاطر رد کردن قانون انتخابات و دوباره توشیح کردنش توسط جناب کرزی به حساب پدید شده یا رونما شده و همچنان انتخابات پارلمانی که ما در پیشروی داریم. این نظر شما را میخواستم در این مورد که اگر لطف بکنین بفرمایید. همطوری که انتخابات ریاست جمهوری در دوره دوم صورت گرفت و در او تقلب و ساختکاری ها و ایدا شد و آقای کرزی خودشان اقرار کردن، یعنی اعتراف کردن که درست از تقلب شده، از این خاطر به دور دوم مراجعه شد و این نشان دهنده عزیز که به اون ترتیبی که 8 سال پیش اینا رئیس جمهور شدن که روی جرگه را اختار دادن که وظیفتان ختم شده دیگه شما برین، حال به اون مرحله نشد. یعنی جامعه بین المللی مداخله کرد و نمون که گپ به اون اندازه برسه که ابو سیاست مهم زیاد منطقه بیخی به شکست منجر شود. لحاظا اینا از آقای کرزی در امو وقت تقاضا کردن که چون تقلب بسیار صورت گرفته شما باید در دور دوم شرکت کنید و اون نتیجه از اون رو ببینید که تقریبا یک بازی شد و یا تصادف بود، من نمیفهمم. هر چیزی که بود حالت آورده شد که خود رئیس جمهوری افغانستان اعتراف کردن که ولی من در دور دوم میرم برای اینکه تقلب هست و این موضوع تا حالی پیچیدگی هایش حل نشده. دیگه هر انتخاباتی که در آینده بیاید او به جز نتیجه بدتر و نتیجه که اصلا به افتضاح برد دیگه کدام حاصلی نخواهد داشت. لحاظا پارلمان موجودی که امروز موجود است و او مقابل این حرکات خلاف قانون اساسی آقای کرزی میکنن قدلم کردن، اونا حق به جانب هستند و به نظر تا جایی که دیده میشه در صورتی که لوی جرگه اگر موضوعی زود دایر شوه و اینا باشه همین پارلمان موجوده باید است که مدتش تمویل شود. این پارلمان با تمویلی که میشه به همراه اعضای لوی جرگه یک قوه تقنینی فوق العاده قوی مورد اعتماد تشکیل میکنه و در اونجا کارهای اجرایی، کارهای قضایی اینا برای مدت موقت از طرف علی کمیسیونایی که اینا تشکیل خواهد کردن یعنی حمایه خواهد شد و محفوظ خواهد داد. لحاظا پارلمان موجوده حق دارد که مقابل کارهایی که خلاف قانون اساسی می باشه مثل که این فرمانهای تقنینی دادن این حق دارن که اعتراض کنن و جلوی از این حکومت بگیرن. اگر پارلمان ما به میرا برن و فکر میکنم بسیار خدمت بزرگ انجام میتن برای آینده. تشکر وزیر صاحب. در این روزها به حساب آوازه های دایر شدن جرگه مشورتی، همون جرگه که در کنفرانس لندن از او به نام لوی جرگه یاد شد، بعداً به نام جرگه صلح از او گفتن و اخیراً به نام جرگه مشورتی از او یاد میکنن که دایر شدنش هم قرار بود در همین ماه ثور در افغانستان دایر شود که به تعویق افتاد. علتش نمیفهمیم که برای چی. نظر شما درباره از این جرگه چی است؟ همین جرگه مشورتیه که دولت افغانستان میخواهد دایر بکنه. در این چی کسا و چی شخصیت های در این حضور خواهد داشتن و نتایج از این جرگه چی خواهد بود؟ شما پیشتر بخیلیم که خودتون جواب دادین بسیار عالیانه، بسیار درست جواب شما دادین که این 3 مرحله این چرا یک تحول میکنه. در کنفرانس لندن وقتی که اینا رفتن در اون زمان علی جرگی را که در کابل دایر شد این را میخواستن که اینا خونسا بسازن و دیدن که حال مردم طرفدار لوی جرگه است و لوی جرگه را دعوت میکنم و مثل سابق چون نفرای خودم میخوایم مثل که در جرگه 2001 که من خدمت شما عرض کردم با حکومت انتقالی 1601 نماینده بود. از این 1601 نماینده 600 نماینده را خود آقای کرزی انتخاب کرده بود و حال این فکر کردن که باز من همون مسایه باز روی کار میارم
و نمایندای خود میخواهیم خواهیم لوی جرگه را دعوت میکنم. مگر دیدن که نی فرق بسیار از وقت تا حالی آمده اینطور نمیشه و اگر لوی جرگه دایر شود چوکی خود و به خطر است و کرسی و به خطر بیفته. برای اینکه وقتی که لوی جرگه میای خوینمی حالات پرسان میشه که چی کردی به این 9 سال شما. لحاظا در اون وقت گفت که لوی جرگه پسال که البته ملتفت شدن گفتن نیم امیره یک مجلس مشورتی میگیریم، جرگه صلح گفتن نامش صلح میگیریم. بله جرگه صلح میگیریم که این از امون نمایندگی و حق قانونی یک ده نماینده و وکلای ملت باید کاسته شود. در جرگه صلح آسان است، خب حاجت نداره، هر کسی که دلشان شده از هر جایی میخواد این کدام نقش اجرایی نداره. و سیوم که نه به مجلس مشورتی میگن بدتر ایر از همه بدترتر ایر چیز میسازن، یعنی به دست و به پای میسازن. چرا خو یک گپ مشورتی مشورت دل کس قبول کرد، دل کس نکرد، دل کس اجرا کرد، دل کس اجرا نکرد، اینا میشه مجلس مشورتی مان. اما به هیچ کدام از اینا که اینا فقط برای نگاه کردن و دوام قدرت کارها را میکنن و اطرافیان از اینا که هست متاسفانه به این عنوان زنده ماندن اینا که تا افغانستان فکر میکنم که تا جایی که قدرت بود و چور و چپاول اینا اقدام کردن. قصرها و خانه ها و اینا رو ببینیم که مردم عاجز ما شما بودیم، دامت یک بایسکل می داشتیم یا اینا، این از اون یک 30 سال هم تیر نمیشد بایسکل خوش بودیم. حال ایران میمانیم که پول ها از کجا آمد؟ پول ها تماما نه سرک آباد شد، نه زراعت شد، نه برق و آب شد، هیچ چیزی نشد. این پول ها هم مگی صاحب حیف و ملی شد و دست آمده. حال اینا از قدرت نمیخواهند که پایان شوند، برای نمیمانند که مملکت به پای استاد شه، برای که منافع خود در خطر میبینند. و همین که پیشتر روابط شما سوال کردیم این جامعه بین المللی و کرزی، بین امریکا و کرزی از عقل دور است. این تمام چیزا برای این نیست که به اصطلاح اینا خود به مرگ گرفتن که کرسی ها را اعلان نکنن و به هر نوع اقدامی که خواه افتضاح بیاره، خواه رسوایی بیاره، به گستاخی داره، هیچ برای اینا پروانه داره. متاسفانه به میرا اینا روان هستن تا دیده شده که دست قضا چی میکنه. بسیار خب، یک جهان از شما تشکر و عنوان سوال آخر از شما جناب وزیر صاحب، اگر بپرسم که مصروفیت های آخر شما در به حساب در خارج و در داخل افغانستان چی ها هست به ارتباط با جرگه که سال گذشته شما در کابل دایر کرده بودین و شما بودن، اگر مختصر برای بیننده ها چیز روشنی بیندازن که این پروسه دوام داره و فعالیت های شما در چی عرصه ها هست فعلا؟ البته فعالیت ها به دوامی همون جرگه ادامه داره. بله. و تمام نیستم کل مردم افغانستان هستن. در کابل مجردی که این پیشنهاد به صدا آمد به هزارها نفر مراجعه کردن، از هر طبقه جامعه نفر آمدن و از مامورین دولت آمدن. همگی بنی آرزو بودن که اگر از شر مردم افغانستان خلاص شود. ما معلومدار برای ما رضایت همی بود که اگرچه حکومت فوق العاده کارهای ناروا کرد و ما را مانع شد و حتی تهدید کردند که بم‌های انتحاری صورت میگیره و کانتینانتال شما را بیایین و این چیزها را پیش روی پای انداخت، مگر بالاخره مغلوب شد و نظر به فشاری که مردم آورد اینا نتانستن ما را از تغییر جرگه این مانع شوند. جرگه دایر شد و نتیجه زو بسیار مثبت است. تمام اقوام برادر، تمام طبقه جامعه، منورین ما در خارج داخل همگی به یارزو یعنی قانع هستند. البته زحمت و کار زیادی و کار است که تا دوباره این ماشین برکت بسته و نماینده های بهتر مردم، نماینده هایی که در او وقت رسیدگی نتانست، پیش از اینکه لوی جرگه شود یک مجلس دیگه شود و در اون مجلس اونا بیاین نظریات عالی خود ابراز کنند، کمک و همکاری به هم بکنند تا زمینه مساعد شود و از یک طرف مردم افغانستان این بدیله که ببینه برای اونا جای
خوشی است که در بدیل شرکت کنن و اما کی میکنه خود از اونا هستن. مردم میاین راجع به سرنوشت آینده خود اونا حق تعیین سرنوشت به دست میگیرن. و از آرزوهای ما که در خطابه گفتم که آخر کار به دست خود شماست و فقط اراده آزادتان پس دوباره بگیرید. البته از وقت حال انکشافات سیاسی که رو دادم و فکر میکنم رو به خوبی میره، به خرابی نمیره. از نگاه محل افغانستان میگم و جامعه بین المللی اگر خرابی هم میره او از حکومت فعلی کابل است که به دست خود کارا را خراب میکنه و اگر نه میتونن که به علی تغییر حالات اینا شرکت کنن و خود توافق بتن و جامعه آینده افغانستان. ما قدر که امرای همه برادرای خود و خوارای خود کار کردیم، همه گیر از خود بالاتر دیدیم، از خود با احساستر دیدیم. باور کنیم که خوشی خرسندی ما همیشه همین که هر کدام از اینا برای خاک خود آماده هستند که هر نوع خدمتگزاری باشه و را انجام بدن و این کار میکنن. اما ملامت هم نمی کنم برای که ما گفتم یک دست قوی مثل امریکا و جامعه جهانی در خواب و سیاست غلط به اونجا تحقق که بیافته، این گناه منورین ما یا مردم ما نیست. میدونیم که اینا از دست روزگار خراب اقتصادی پس دوباره از افغانستان میبراین. جوان هم هستن، صاحب عقل هم هستن، مکتب هم خواندن، اما از بستی که مملکت به چور و چپاول مشغول است هیچ آماده نکرد زمینه انکشاف اقتصادی را. لحاظا ما خود ملامت نمی کنیم، مردم مجبور هستن، مگر حال ما باید چیز نشان بدیم. نشان دادن همی باشه که دوباره همی وضع بهتر اقتصادی به افغانستان و زمینه کار آماده شود و کشور خارجی ما که چی اروپایی است چی امریکا است این باید فشار آورده بریم تا زمینه را مساعد بسازه برای یک روشی که مردم افغانستان خوش باشند، اعتماد داشته باشند. اترس کالی هیچ اعتماد کس و کس چرا نداره. اعتماد امویت پایی حقیقیش که دولت است او خراب شده. مردم از عدم اعتماد به این حالت رسیدن. پس دوباره برای که اعتماد مردم دوباره بیاد که هر کس که عالمیال ما گپ بزنم جناب شما گپ بزنین فکر میکنن که برای منفعت خود گپ میکنن. فکر میکنن اول که باز ای هم میخواه و چور و چپاول اقدام کنه چون میبینن از الف تا یا ای کار میکنه. این روز قاضی ها، علمای دین، مبلغین دینی که تبلیغ کرده میرن اینا رای خدا و رای رسول تبلیغ میکنن اینا و ایناست. شما میبینید که با 5 پنجال خود اینا لقمه چرته را میخورن. لحاظا حال اعتماد باید از کسب شود. این اعتماد با آسانی نمیاد تا انسان عملا یک چیزی را نشان نده. وقتی که عملا نشان داد ما و شما هم افغانای ما علاقه دارن به افغانستان، خوش هستن که به افغانستان خدمت کار کنن، اما ما باید از کسانی که بنی را قدم میمانند زمینه زیر مساعد بسازن، از انتقاد نترسن، از اعتراضات نترسن، فقط عمل کنن. مثلا اگر کسی رفت در شهر کابل و مثل که غلام احمد خان فرهاد خدا ببخشه همین سرک جاده میوند که میکشیدن در خود زیاد می خاک استاد بود و سر و پا و همه زیر خاک گرفته بود. نان خشکام به دست بود و یک قوده گندنام به دست دیگهشان بود. امیر میخوردن و استاده بودن سعی میکردن که سرک بکشید. لحاظا تا این روز نام از اونا نیک است. مردم قدر رسول آن روز میفهمند. لحاظا باید است که کسانی که به ایران از نفس خود یعنی بگذارن از نفس پروری هم چیز عملی که نشان بده 1 نفر 2 نفر و 10 نفر و 100 نفر پس اعتماد وقتی که در جامعه آمد وادزو کل کارها آسانتر میشه. تشکر جناب وزیری صاحب، لطف کردین. یک جان ممنون شما. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور